جنگ دردناکترین واژه که پیشرفت و توسعه بشری نه تنها نتوانست آن را از فرهنگ لغت‌ها پاک کند، بلکه با وجود پیشرفت‌ها شاهد دردهای بزرگتری در جوامع بشری بودیم. جنگ نامی که از آن بهایی جز دلتنگی برای دخترکان یتیم، آوارگی برای خانواده‌ها به ارمغان نیاورد. اما طرف دیگر هر جنگ فعالیت‌های مهم اقتصادی و تغییر شاخص‌ها و ارزش کالاهای مهم است. مهمترین و با ارزشترین سرمایه در زمان جنگ که هر کشوری به عنوان پشتوانه ذخیره می‌کند، فلز گرانبهای طلاست. کالایی که با شروع هر جنگ شاخص آن به شدت صعودی می‌شود و پس از جنگ خبری از کاهش قیمت آن نیست. مثلا بعد از شروع جنگ ایران و عراق 126% قیمت جهانی طلا افزایش پیدا کرد. بعد از حمله 11 سپتامبر به خاک آمریکا قیمت طلا از هر اونس $215 به $287 افزایش یافت. بعد از حمله هوایی آمریکا به بغداد قیمت لحظه‌ای به $1047 در هر اونس رسید. یا حتی بعد از تنش اوکراین و روسیه طلا با قیمت $1946 در هر اونس معامله شد. این فلز گرانبها همواره به عنوان پناهگاهی امن برای سرمایه‌گذاران در مواقع ناملایمات در نظر گرفته می شود و بعد از فرونشست تلاطم‌ها تمایل به تثبیت در همان نرخ را دارد. هوشمندانه سرمایه‌گذاری کنیم.